اسم من خسرو دهدشت حیدری و نام راهبی من دو تتسو. در سال 1985 یعنی 1364 خورشیدی در معبد سوگنجی تحت آموزش راهب ارشد و استاد زن هارادا شودو روشی منصب گذاری شدم و به خانواده رینزایی زن ملحق شدم. این معبد وابسته به معبد مادر یا میوشنجی در کیوتو است. وقتی که وارد معبد شدم حدود 7 یا 8 نفر بیشتر از ملیت‌های مختلف نبودم و منم جزء اونا بودم و این معبد تازه به دست استاد ما رسیده بود و شروع به آموزش کرد و تحت تعلیم استاد قرار گرفته. و تجربیات زیادی تو این زمینه کسب کردم، البته قبل از اینکه وارد وادی مدیتیشن و زن بشم و تمرینات روحی که در کشورهای مختلفی مثل هند، نپال و جاهای دیگه اینا را انجام دادم و این تجربیات رو کسب کردم. برای ادامه تحصیل تصمیم گرفتم که به هند برم. وقتی که دیپلم در ایران گرفتم سعی کردم که جایی را پیدا کنم که ادامه تحصیل بدم و هند نزدیکترین کشور به مملکتم بود و اونجا را انتخاب کردم و در حین تحصیل آشنا شدم با بعضی از مکاتب فکری و روحی و معنوی و اونا را تجربه کردم، از جمله TM یا مدیتیشن اشراقی، ترانسندنتال مدیتیشن، که مدتی روی اون کار کردم و از طریق مانتراهایی که به من داده شد. Transcendental meditation is a very natural procedure of experiencing the finer state of the thinking process and arrive at the source of thought, which is pure field of creative intelligence. Pure awareness, unbounded awareness is at the source of thought, and through the practice of transcendental meditation, the awareness reaches that source of thought. One feels relaxed, one feels happy inside, worries and anxieties disappear. Transcendental meditation is a practice for 15-20 minutes morning and evening, and everyone feels fresh throughout the day, more vital, more energetic. اولین تمرین مدیتیشن من TM بود که کمی تجربیاتی در این زمینه کسب کردم. سپس وارد وادی هاتا یوگا شدم. هاتا یوگا تمرینات تنفسی تعمدی عمیقه، ولی از اونجایی که دانشجو بودم نمیتونستم با ریاضت‌های هاتا یوگا انطباق پیدا بکنم، اینه که تأثیرگذار اون چندان روی من نبود. بعد از اون آشنا شدم با تکنیک‌های باگواد اوشو راجنیش، تکنیک‌های معروفی مثل کندالینی مدیتیشن، داینامیک مدیتیشن یا مدیتیشن پویا و مدیتیشن راز گل سرخ. اینا را در آشرام خودش در پونا مستقیما از خود اوشو دریافت کردم، یعنی در واقع سنیاسی شدم، راهب اوشو برای مدتی. If you are aware of your transcendentalness, then all desires disappear.
then one simply is, with no desire at all, with nothing to be asked, to be fulfilled. There is no future and no past. Then one lives just in the moment, utterly contented, fulfilled. یه بار رفتم به مرکز یوگا و میخواستم اونجا تمرین کنم. یوگا بسته بود. بعد از دربون اون سوال کردم، گفت رفته به جایی. به من یه آدرسی داد و منم اون آدرس رو گرفتم و رفتم دنبال اون آدرس. البته آدرسی که دربون به من داده بود آدرس یوگا نبود. بعد من دنبال همچو مرکزی بودم و از اهالی اونجا سوال کردم، گفتن همچو چیزی وجود نداره. بعد به طور اتفاقی رفتم دیدم یه محیط بازیه و یه عده نشستن چشاشون بسته و دارن مدیتیشن میکنن و تصور کردم اینا باید همون یوگایا باشن. رفتم سوال کردم و یه فرمی به من دادن. هنوز هم نمیدونستم که اینا مقصدشون کجاست و کجا میخوان برن. فرما رو پر کردم و گفتن اتوبوس‌ها تا یه مدت نیم ساعت دیگه حرکت میکنه. من سریع رفتم به منزل و تمام وسایل ابتدایی را گرفتم و برگشتم و سوار اتوبوس به یه جاده خاکی رفت بسیار دور. بعد یه محیط بازی همه را دیگه تمام مسافرها را خالی کرد و اتوبوس‌ها رفتن. بعد من سوال کردم خب اینجا چه جاییه؟ گفتن اینجا باید 10 روز بمونی. بازم هنوز من تصور نمی کردم که این مرکز ویپاشنا باشه. بعد که تعالیم توسط استاد زنده یاد گوئنکا تعلیم داده شد، یا بدون اینکه صحبت از شخصی یا شخص بودایی یا کسی صحبت بکنه، فقط تکنیک رو ارائه داد که من در اون تکنیک در واقع تثبیت شدم و با اون چیزی که میخواستم رسیدم. وقتی که تمرین‌ها رو انجام دادن به من، بعد از اون گفته شد که این تعالیم بوداست و بخشی از مدیتیشن بودا به شمار میاد. اولین استاد من که حدود شاید 17 دوره 10 روزه و یک دوره 1 ماهه را در حیدرآباد گذراندم و در ناسیک یا ایگتپوری که مرکز مدیتیشن ویپاشنا اینترنشنال اکادمی، استاد گوئنکا اولین استاد مدیتیشن من بود. البته همراه با استادای برمه‌ای هم اونجا می اومدن که ویپاشنا را به طور کامل به دانش آموزان یاد بدن. This technique will help you to go to the depth of the reality of your mind and matter structure and realize the truth about it and understand at the experiential level how and where you started generating negativity, how and where you started multiplying the negativity. That means you started generating your misery and started multiplying your misery. در ایران به استخدام آموزش و پرورش در اومدم و شروع کردم به تدریس در دانشگاه‌های آزاد و پیش دانشگاهی و در همونجا هم در عین حالی که تدریس می‌کردم به اون رشته خاصی که به من داده شد، به طور غیر مستقیم تمرین‌های مدیتیشن هم به اونا یاد می‌دادم. ولی بعدها متوجه شدم که دولت یا حکومت چندان خوشایندش نیست که این تکنیک‌ها یا این نوع آموزش‌ها را که یه آموزش غیر اسلامی یاد داده بشه و سختی‌ها و مشقت‌هایی داشتم که تصمیم گرفتم که به ژاپن برم و اینم به توصیه زنده یاد استاد دکتر فروردین بود. خب استاد فروردین اولین بار کتاب زن را نوشت و به من توصیه که اگر بخوام زن را به صورت عملی بیاموزم باید به ژاپن برم. در اون موقع ویزای ژاپن خیلی راحت بود و نیازی به گرفتن ویزا نبود و من به ژاپن رفتم. دعوتنامه‌ای داشتم از معبد میوشنجی
و اینو ارائه دادم به سفارت و رفتم اونجا. از اونجا هم به هانازونا کالج یا The Institute for Zen Studies و مؤسسه مطالعات زن، یه دانشکده‌ایه که زن را به طور مقدماتی تعلیم میده و اونجا بعد از اون وارد معبد میو شنجی در کیوتو شدم تحت نظر اولین استاد زن کوتوکو نوریتاکه روشی. مدت 3 ماه را اونجا زیر نظر استاد زن را آموختم و بعد معرفی شدم به معبد سوگنجی در اوکایاما زیر نظر هارادا شودو روشی و تمرینات سخت رینزای زن را به مدت 2 سال انجام دادم. تمرینات سوگنجی بسیار سخته، ولی خب در واقع اگر کسی بتونه این تمرینات رو تحمل بکنه، بله خیلی توی اون زن، در واقع اون بودیزم واقعی را میتونه توی زن پیدا بکنه. این دوره ها در مدت 1 ماه 2 تا دوره کوتاه 5 روزه و 1 دوره 1 هفته. دوره های 5 روزه همراه با کار بدنیه، بهش میگن سامو، و دوره 1 هفته بیشتر نشسته و سانزن و گفتگو با استاد انجام میشه. تفاوت زن نسبت به مدیتیشن های معمول از نظر من ایناست که مثلا بیداری ساعت 3:30 که شخص کم کم عادت میکنه با اون و باید خودشو آماده بکنه برای رفتن به هوندو، یعنی جایی که سوره ها رو میخونن. سوره خوانی هم فقط یه شیوه تمرکزه، یعنی وقتی که کسانی که به صورت هماهنگ با هم سوره خوانی میکنن یک تمرکز ایجاد میشه. شینگیو ماکا هانیا هارامیتا شینگیو کانجی زایو سایو جین هانیا هارامیتا جیشو کنگو اونکایکو دو ایسایکو یاکو شاری شیشی فوکوی فو شکی شکیزه کوکو سکوزه شکیجزه شاریشی. بنابراین بعد از سوره خوانی ورزش رزمی است به مدت 3 ساعت یا 1 ساعت. و بعد از اون وارد زندو یا مدیتیشن هال میشین و میشینیم و تمرکز میگیریم. نشست در زندو یا مدیتیشن هال یا به صورت نیلوفری کامله یا به صورت نیم نیلوفری. وقتی که شخص یک وضعیت نشست رو انتخاب میکنه باید به اون بچسبه و تغییر موضع نده. این برای ثبات ذهن و تمرکز لازمه.
و بعد از اون کار بدنی، بعضی کار بدنی که در ارتباط با همین تمرین تمرکزه. یعنی تمرین تمرکز ما انتقال میدیم به کارها، فعالیت‌های روزمره، یعنی مایندفولنس یا ذهن آگاهی را منتقل میکنیم بر مثلا کشاورزی، باغبونی، آشپزی. باید ذهن کاملا آگاه باشه بر این. و تمرینات دیگری مثل یازا، مدیتیشن در شب، سامو که همون کار بدنی که صحبت ازش شد، و ملاقات با استاد که یک گفتگوی بسیار کوتاه با استاد، و دادن کوان از طریق استاد به شاگرد. مثلا فرض کن صدای یک دستی، وقتی دو دست رو من به هم میزنم صداشو میشنوید، صدای یک دست رو به من بنما، که شاگرد باید اینو به از طریق تمرکز، از طریق زازن، از طریق کار بدنی، اینا رو به صورت عملی به استاد نشون بده که به ساتوری یا بیداری رسه. استاد میدونه که آیا این شاگرد به بیداری رسیده یا خیر. There's no one who cannot sense that very deep despair that everyone feels. But it's not a question of only fixing what is external. It is a question also of going within and taking care of the egoistic source of these external problems. And for that reason, we have Zazen. For that reason, we have this practice that is designed to dig in and dig out that ego, to find that place where it isn't happening, to get rid of that filter. The things we're doing here, sitting in this posture, living in this sesshin way of living, clearly it is a very, very rigid and tight, restrictive way of looking at how to live. But it's for the purpose of going to the place where our ego isn't directing our life. When we talk about enlightenment, we are talking about that mind which is perceiving in every moment without the obstruction of an egoistic filter. The experience of that mind and realizing where it is and realizing where it is coming from is what is called enlightenment or kensho or satori. خب با توجه به اینکه من 2 تا دوره مختلف در تراوادا، مدرسه تراوادا در هند و ماهایانا در ژاپن آموختم، یعنی در واقع با 2 بال قدرتمند آرزو داشتم به ایران برم و اینا را ارائه دم. این بار به صورت زن و تلاش کردم که یک مرکزی داشته باشم اونجا و اینو به نفع عموم که میتونه بسیار هم از نظر درمانی، هم از نظر ورزشی، هم به لحاظ فرهنگی میتونه تحولی ایجاد بکنه، هم در جوانان و سایرین. اما متاسفانه برداشت دولتی ها نسبت به این گونه مسائل با فهم درست جور در نمی اومد و من مرتب تحت فشار این عده‌ای بودم و مرتب در حال گریز بودم که یه مقداری نجات بکنم از شرشون و این مشکل ایجاد شد به مدت زیادی و من موفق نشدم که اون ایدئالمو توی ایران پیاده بکنم که همون تأسیس یک مرکز کوچک ذهن که بدون نفع بود، بدون اینکه سودی در اون داشته باشه، همونطوری که من خودم اینا را در ژاپن و جاهای دیگه دیدم و از من استقبال کردن و هیچ پولی بهای تمرینات ندادم. خب درباره زن صحبت کنم. زن ریشه‌ای داره در سانسکریت به نام دایانا. دایانا همون مدیتیشنه یا اون تمرکز فشرده است که به ژاپنی میگن زن، به چینی میگن چان، به انگلیسی میگن مدیتیشن و به فارسی میگن مراقبه و تمرکز، یعنی فکر تمرکز یافته است و
اندیشه‌ای که میتونه نفوذی باشه و این تمرکز در واقع همون زن به حساب میاد. زن یک شیوه درمانی است، در مرحله مقدماتی درمان و در ادامه اون اشراق یا بیداری است و همه کس میتونند این تمرینات رو انجام بدن. یه وسیله بسیار سهل و ساده است برای نفوذ به درون. در واقع یه اهرمی است که ما چگونه به درون نفوذ بکنیم. تا حالا ما مرتب دنیای بیرون را ما منعکس میکردیم، حالا میخوایم دنیای درونمون رو ببینیم و زن این فرصت رو به ما میده که این کار رو انجام بدیم. شیوه زن ناگهانی است، یعنی بیداری در زن ناگهانی. تفاوت زن با مکاتب دیگه اینه که با این شیوه خاصی که داره بیداری را به طور ناگهانی ارائه میده و اون زمینش هم اینه که ما اونا در واقع بعضی از تکنیک ها و تمرین ها را اینا را انباشت میکنیم و در جای خودش این بروز داده میشه. توی تمرینات تنفسی عمیق شخص بهتر میتونه به تمرکز و تمرکز عالیه برسه و همین تمرکز باعث میشه که به درون نفوذ بکنه و اون نادیدنی های درون را به وضوح ببینه که بخش از تکنیک ویپاشانا. در واقع زن یا نوع زنی که ما داریم تعلیم میدیم یا تعلیم داده شدیم تلفیقی است از تمرینات تنفسی عمیق و ورود به درون به نام ویپاسانا. اما تنفس‌های عمیق به چه شکل؟ تصور کنید تمام هوای بیرون رو میخواید ببلعونید، اونم از طریق بینی وارد میکنید و وارد نای و ششها را باز میکنید و بعد بازدم تمام هوایی که در درون ششها بوده اونو خالی میکنیم، حتی با تعمد به این شکل. و بازدم تمرین‌های بر اساس تمرکز بر روی بینی، منخرین بینی و نفس به تو نفس به بیرون که تمرکز پیدا میکنه، بعد اینو منتقل میکنه به سقف سر و شروع میکنه به پایین اومدن. و تفاوتش هم با نوع مدیتیشن سوتو زن، یکی از فرقه‌های یا از مدرسه‌های دیگر زن، اینه که ویپاشانای سوتو زن از پایین شروع میشه، یعنی از پایین چاکراها و تمرکز بر چاکراها داره و حالت صعودی داره. تفاوتش فقط در اینه. سکوت مطلق یا نوبل سایلنس اصلا کلاً قطع رابطه با دنیای بیرون و فقط تمرکز بر یک چیزه. باید تداوم تمرین باشه، یعنی مدیتیشن فقط نشستن در سالن نیست، باید این ذهن آگاهی رو به بیرون انتقال داد، در موقع غذا خوردن، در موقع راه رفتن، در موقع کار کردن، حتی موقع خوابیدن، دراز کشیدن. یعنی تداوم تمرین اون رشته را دنبال باید کرد تا اینکه به یه نتیجه رسید. این باعث میشه ذهن در یک جا متمرکز بشه. وقتی که ذهن در یک جا متمرکز شد، اون بیداری ناگهانی حتما انجام خواهد شد، به شرطی که تمرین ها اصولی انجام بشه.
در اینجا میخواستم به آشنایی خودم با زنده یاد دکتر پرویز فروردین به صورت خیلی مختصر، موجز و مختصر بیان بکنم. وقتی که از هند برگشتم، بعد از اینکه مدت 8 سال در هند هم تحصیل کردم و هم تمرینات مدیتیشن را یاد گرفتم، وقتی بازگشت به ایران کردم، یک کتابی بعدها توسط جناب آقای نامی پدکر به من داده شد تحت عنوان زن روان درمانی شرق. وقتی کتاب زن را خوندم تعجب کردم که چیزی هست باز هم فراتر از اون چیزهایی که من آموختم و اون هم تمریناتی بود که در ژاپن انجام میشه و در جستجوی بودم که اونو کجا میتونم پیدا بکنم. بالاخره آدرسش رو پیدا کردم و اونو توی مطبش در تهران دیدن کردم. البته طور ملاقات ما طوری بود که گویا مدت‌ها ما همدیگه رو میشناختیم. بعد به محل اقامتش رفتم که در دیزین بود و چندین دیدار با هم داشتیم. یه شخص بسیار متواضع بود و واقعا عارف بود. کتاب‌های زیادی تو زمینه کتاب شعر نوشته بود و کتاب، با اینکه خودش یک روانکاو بود ولی در عین حال نویسنده ماهری هم بود. توی این زمینه روانشناسی مدرن هم ارائه داده بود و کتاب زن اولین بار توسط زنده یاد دکتر فروردین به ایران معرفی شد و من میتونم بگم که یعنی استاد ایرانی زن من باشه، چون مشوق من بود که برم به ژاپن. با این همه دانشی که داشت ولی ترجیح داد که دور از این اجتماع پرهیاهو باشه که نمیخواست با اونا درآمیزه. دوستانی که داشت تمام دوستان فرهیخته بودن، مثل رسول رهنما، شاعر بزرگ، نامی پدگر، مرسده لسانی که مترجم کتاب‌های این بود که اینا گهگاهی دور هم جمع میشونه یا جمع میشدیم و درباره مباحث مختلفی ما صحبت میکردیم. ضمناً این ضمن را با پروفسور میرزایی استاد کنگفو درآمیخت. یعنی کتابی ندادن بیرون، دوتاشون، یکی در زمینه ورزش‌های رزمی که پروفسور میرزایی اضافه کرد و کتاب زن با هم ادغام شد. بعد از ادغام این کتاب قدغن شد و در دنبال پروفسور میرزایی بودن. کتابش در زمینه ورزش‌های رزمی بود و زن، همون چیزی که معموله. این اجازه داده نشد و کتاب به شکل زیرزمینی دست و دست میرفت. این دکتر فروردین و دو تتسو. در سالهایی که بیرون از ایران زندگی کردم، هم در زمینه تحقیقی و هم در زمینه عملی فعالیت کردم. کتابایی هم در زمینه تکنیک‌های زن و مدیتیشن هم ترجمه کردم و هم تالیف. کتاب‌ها یکی سفر به زن از انتشارات نوگام خانواده ایرانی در چین که ترجمه از پروفسور آنتون فورته است، مراقبه زردشتی نویسنده دکتر خوز آبرو، شکلگیری چان یا بودیزم چینی که از انتشارات لولو آمریکا، بودای پارسی از انتشارات مهری و کتاب‌های زیر چاپ هم که یکیش هست شاهزاده اشکانی در بودیزم، مرگ کوچه بنبست نیست
آیا به تولد دوباره باور دارید؟ که ترجمه از نویسنده داماناندا و همچنین فروردین در قاب دوتتسو که اینا هنوز منتشر نشده. کتابی هم نوشتم درباره شاهزاده اشکانی به نام آنشیگائو که نامی است که چینی ها به او دادن و اسم ایرانی اونو نمیدونیم و از دربار اشکانی به چین رفت که آموزه های بودا را در چین هم به شکل نظری و هم عملی تعلیم بده و از اون طریق گسترش داد. وقتی که ما صحبت از آنشیگائو میگونیم، یک زمینه ذهنی آنشیگائو یا ایرانی ها از زرتشت داشتند که بودیسم را پذیرفتند. بنابراین مدیتیشن بودیسم در واقع همون الهام گرفته از زرتشت بود. یعنی این زمینه ذهنی باعث شد که آنشیگائو اون تعالیم عالیه بودا را دنبال بکنه و نه تنها دنبال بکنه بلکه اونو به چینی ها اهدا بکنه، پیشکش بکنه و چین از نظر فرهنگی و از نظر مذهبی یک تحولی در این زمینه براش به وجود بیاد. مراقبه در ایران به اشکال مختلفی هست. در تصوف من مراقبه یا چله نشینی بود. حتی در زمان زرتشت هم من در کتابم اتفاقا اشاره کردم که اولین کسانی که مدیتیشن ایجاد کردن زرتشتیان بودن که حتی پیش از فیلسوف های هندی بودن. اونا می نشستن و به طور تداعی آزاد، یعنی نوع مدیتیشن زرتشتی در اون زمان درست مطابقت میکنه با نوع مدیتیشن پیشوای ششم زن های ننگ، یعنی آرام نشستن و هیچ کاری نکردن، یعنی خالی کردن. اون زمان زرتشت و زرتشتیان این کار انجام میدن که متاسفانه زرتشتیان کنونی به این امر واقف نیستند و فقط سنت‌ها و تشریفات زرتشتی را اینا گرفتن و دارن انجام میدن. اون تکنیک زرتشت را که مراقبه و چله نشینی داشتن فراموش کردن. هوا را از طریق دهان خارج میکنن، بنابراین از راه بینی خیلی آروم با طمأنینه وارد و دوباره خارج. برای 4-5 دقیقه میگیریم، میشینیم، چشامونو میبندیم و همین کارا انجام میدیم. فقط 4-5 دقیقه لطفاً. با توجه به تجربیات زیادی که در زمینه زن و مدیتیشن دارم، نزدیک به حدود نیم قرن، و با توجه به اینکه اینا را به دیگران در کشورهای مختلف آموزش داده و میدم، جای تأسفه که حتی یه مرکز ایرانی برای اینکه بتونم این تکنیک ها را به هموطنانم آموزش بدم نداریم. با امید آنکه مردم آگاه بشن و به اصل و ذات خودشون برگردن، آموزه هایی که ریشه در فرهنگ غنی باستانی ما داره و در جهت تعالی بشر ایجاد شده بیاموزند. در حال حاضر هم در کشور انگلستان و کشورهای دیگه به تعلیم تکنیک‌های زن و مراقبه مشغول هستم و به کسانی که علاقه‌مندند اینها را می‌آموزم که تکنیک‌های بسیار خاصی است. مولانا می‌فرماید دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. دانی که پس از عمر چه ماند باقی، عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. شاد باشید.
Sanjay